الرحیم. روز قیامت چه وقت میشه؟ شاید بسیاری از شما این سوال فکرتان مشغول کرده باشه، مگم جواب دقیق از او را بغیر از خدا هیچ کس نمیفهمه. در قرآن به چندین علامت که قبل از قیامت میشه به او اشاره شده. این علامت ها دو بخش هستند: علامت های صغرا و علامت های کبرا، یعنی علامت های کوچک و علامت های بزرگ، یا نشانه های کوچک و نشانه های بزرگ. از علامت های کوچک شروع کنیم، از علامت های خرد شروع کنیم. یکی از علامت های قیامت وفات پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای راشدین است. شماره 2 وقوع جنگ بین مسلمانان. شماره 3 خوردن شراب بین مسلمانان. شماره 4 زکات نمیته مسلمانان یا با مشکل میته. شماره 5 در مسجد بسیار با بی احترامی گپ زدن و کارهای بسیار غلط شدن در مسجد، یعنی لواطت و غیره. شماره 6 خیانت در امانت. شماره 7 کسایی که بسیار پست هستند زمامدار امور شوند. شماره 8 زنها بسیار به شکل فجایع بیرون میشن. شماره 9 لعنت گفتن نسل جدید به نسل قدیم. شماره 10 اطاعت کردن از زن و بدرفتاری کردن به مادر. شماره 11 ظاهر شدن و زیاد شدن بدعت، پوشیدن لباسهای زنانه توسط مردان. شماره 13 پیدا شدن پیغمبرای دروغی. شماره 14 فتح شدن مسجد الاقصی. شماره 15 حمله به مکه و بلند کردن حجر الاسود از جایش. شماره 16 زیاد شدن زنا در بین انسانها. شماره 17 از بین بردن کارهای حلال و زیاد شدن کارهای حرام در بین مرد و زن. شماره 18 قبول نکردن قوانین توسط جوانان و افزایش کارهای غیر اخلاقی و گناه. شماره 19 ترک شدن امر به معروف و نهی از منکر، به این معنا که مردم به کارهای خوب تشویق نکردن و از کارهای بد منع نکنن. شماره 20 رفتار زنا بیرون از جامعه اسلامی و به هر رقم کارهای غیر اخلاقی روی آوردن. شماره 21 بدی کردن در قبال خوبی. شماره 22 زیاد شدن کار و تلاش در زندگی و کم شدن راحتی. شماره 23 زیاد شدن ظالم و دروغگو و کشیدن مردم از راه درست. شماره 24 برادرکشی در جامعه اسلامی به نام اسلام. شماره 25 حیله کردن و کم فروشی در ترازو بین دکاندارا. شماره 26 قدرتمند شدن فاسقان و جاهلان و از قدرت افتیدن مردم خبره. شماره 27 زیاد شدن مامورای مخفی استخبارات در حکومت به خاطر زیر نظر گرفتن مردم. شماره 28 رشوه گرفتن حاکمان. شماره 29 قسم خوردن زیاد به نام خدا. شماره 30 آرایش کردن مردا به شکل زنا و آرایش کردن زنها به شکل مردا و شبیه شدن زنها به شکل مردا. شماره 31 عملی نشدن حکمای خداوند. شماره 32 خیانت کردن رئیس های دولت یا وزیرهای دولت با بیت المال. شماره 33 ظالم شدن مسئولین و یا عساکر دولت بالای مردم، یعنی جبر کردن سر مردم در دین و در همه چیز. شماره 34 گناه کردن قاریای قرآن به شکل واضح و آشکار. کسایی که قرآن قرائت میکنن اونا خودشان گناهکار میباشن. شماره 35 کودکا و طفلا زود قار میکنن، زود جنگره میشن. شماره 36 زیاد شدن مردن ناگهانی. شماره 37 زیاد شدن طلاق. شماره 38 استفاده کردن وسایل دولت به خاطر کارهای شخصی. شماره 39 به وجود آمدن سیاهی. شماره 40 کسی که از پالوی یک قبر تیر میشه
با خود میگه کاش که ما داخل از او قبر می بودم. شماره 41 کم شدن مسافر به خاطر وسایل نقلیه. شماره 42 به خاطر راستگو بودن و راست گفتن از کار بیرون تان بکشه، یعنی از کار اخراجتان کنه. شماره 43 ترک کردن کارهای اسلامی و روی آوردن به کارهای بیهوده. شماره 44 دین اسلام فقط در روی زبان بر رخ کشیدن یکی دیگه و در روی قرآن باقی میمانه. و زیاد شدن حرص و پول در دنیا. امور رقم که میفهمین این چیزا را نمیشه که انکار بکنیم. این چیزایی است که ما دیده میریم و یک با یک تمام ازی به حقیقت پیوسته. حالا ببینیم که علامت های بزرگ قیامت، علامت کبرای قیامت اینا کدام هستند. میریم میبینیم که کدام ها است که هنوز اونا به حقیقت نپیوسته و